آن وقت بین انا اینها رو میگرفتم. اوف، صد پای افزار رو تازه کنم هم پول این رو جمع کردن نمیتوانم پسرم. میگرفتیم همه خیلی پدر. من با اینها بسیار تیز میدویدم پدر. پسر زیبای من، و تو اینها بسیار میزیبند، لیکن مرا ببخش که خریده نمیتوانم. غمگین نشو پدر، همینش کفایه که تو غمگین نشوی. پولمان با چیزی رسد من همه را میگیرم پدر جانی من. رفتی پسرم، همین که ما و تو پول بسیار جمع کرده توانستیم بسیار چیزها میخریم. پای افزار رو هم میخریم و مکتب رو هم دوام میدهیم. زنده باش پدر جان. خدایا تو کرنمکیم را ببخش. به آنقدر نعمتی در دستم بوده نگاه نکرده ناشکریم را، شکایتم را، عاجزیم را ببخش. برای رضای تو را به دست آوردن من سالی نمودن را و نعمتهای دادن شکر کردن را و آنها را تقسیم نمودن را نصیب گردان خدایا. بخیر است انشالله. این چیست پدر؟ نمیدونم پسرم. کشاده بینیم. پدر این رو بینیم. پای افضال دوست داشته ترینم است. ایسو این رو کی آورده است؟ برای چی آورده است؟ ما نمیدونیم کو. ای زنده باد. خداوند برای من پای افضال فرستاد. پدر این همون پای افضال دیدگی ما است. بسیار زیبا است پدر. از تو در راه خدا چه خرج کردنت را میپرسند. بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است. همچون خیر چه کاری که کنید خداوند در حقیقت آن را میداند. ای محمد، از تو در راه خدا چه خرج کردنت را میپرسند. بگو که همچون خیر چیزی که خرج کنی و برای مادر، پدر، یتیمان، فقیران و در راه ماندگان است. همچون خیر چه کاری کنید خداوند در حقیقت آن را میداند.